السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به نهایت خوشحالیم که به اطلاع دوستان و عزیزان برسانیم که اعمار جدید مسجد جامع شیکاگو دیوان بعد از انتظار زیاد به یاری خداوند متعال آغاز گردید. تعمیر قبلی که یک پارکینگ لات ساده بود و با همکاری و معاونت عالی مخلص و سایر برادران مسلمان با مسجد تبدیل شده بود، اکثرا ضروریات دینی و اجتماعی ساکنان شیکاگو و اطراف آن را از مدت 30 سال با برگزاری نمازهای پنجگانه، جمعه، عیدین، تراویح و رمضان، تدریس قرآن مجید، گردنامه‌های مختلف دینی و اجتماعی، آموزش اطفال، راهنمایی جوانان و اجتماعات فامیلی و غیره در این عرصه با وجود همه مشکلاتی که پیش رو داشت برآورده نمود. خداوند جل جلاله برای همه مسلمانانی که در برآوردن این همه از تسهیلات سهیم بودند جزای دارین و اجر بی پایان دنیا و آخرت نصیب بگرداند. تعمیر جدید انشاءالله در 3 منزل بزرگتر، با امتر، پاکیزه‌تر و مدرن‌تر با همه وسایل ممکن در خدمت و برآوردن ضروریات شما انشاءالله قرار خواهد گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند هر کس به خاطر خداوند در تعمیر مسجد و یا در اعمار آن سهم بگیرد، خداوند در جنت برای خانه خواهد ساخت. جزاکم الله خیرا و احسن الجزا. لطفاً در لینک پایین عطیه و همکاری‌های خود را پیشکش نمایید. جزاک الله خیر.